من سیدان و سید جعفر از نویه وقت جماعت تاجیک‌آباد دهه نورآباد نام ریزو بچه‌های جوانان من از شما خواهش و التماس میکنم که هرگز فلیفتای گپ‌های محیدین کبیری نشه. گپ‌های او همش دروغن، فقط گپ دروغ میزنه، با مقصد داره که انمی خیلی خلق فراری کنه. از شما التماس میکنیم که در جایی که چیز سخنه که شد هرگز گپ‌های محیدین کبیری را قبول نکنیم. برای اون تنجی و امونی از همه بهتره. ببینه که این آبادی، این زیبی، این جنت روی دنیا تاجیکستان ما، این آبهای خنک در خونه هر یک آدم آب رفته شده است، ولی شما فراری را ندیده، عذاب و مشقت ندیده، نمیدونه. برای همین هیچ بار خدا چی گفته که گو محیدین کبیری گپ باور نکنه. این یک آدم شیطانی لعنی فریفتای گپای او نشه. التماس میکنیم از شما جوانان یاش هرگز به سخنهای او قبول نکنه. ببین که روز به روز تاجیکستان ما آباد شده و رفته شده است، مزد محنت زیاد شده، نفقه ها زیاد شده شدن. نفقه 2000 سومپل بود، حاضر نفقه کمترین 300 سومپل شده است. برای همین این آباد در سنتیبر با 20% 30% دیگر نفقه ها را زیاد میکنن. التماس شما هرگز به گپ‌های محیدین کبیری قبول نکنه. اگر باوری می داشتیم که اگر همین دولت دستی محیدین کبیری ما یک امر برباد غلامی امر برباد محیدین کبیری میشدیم. التماس جوانان به سخنهای او قبول نکنه.